قصه بعدی که برای شما روایت خواهیم کرد خیلی قصه معاصریه. در واقع هم یک دو سال اخیر اتفاق افتاد. ساختش در واقع پیوند خوردن جوما با این شعر مربوط به اون پاییز پر از خشم و پر از شور و پر از اضطرابی که گذروندیم. در اون زمان این شعر از وارش فومنی محمدعلی اخوات به دست جوما رسید. هر جا هست عمرش دراز باشه. یه شعر عاشقانه عجیب. و خب همونجا این آهنگ ساخته شد. اما واقعا حس و حالش نبود که رو بخوایم اجرا کنیم یا بخونیم. فکر می‌کنم هیچ کس در اون شرایط نبود که بخواد به عشق اون زمان فکر کنه. به عشق دیگری چرا، اما به خودش خیلی سخت می‌شد آدم فکر کنه. گذشت تا یک روزی یک دوستی تماس گرفت و گفت که یه آقای محترمی که شما کار داره، یک مرد مسنی بالای 75 سال اصرار داره شما رو ببینه. و چون استوداش قرار گذاشتیم اومد محل کار ما و همین که وارد شد یک کیفی رو باز کرد و یه سری کاغذ رو ریخت رو میز کار ما و بعدش هم دیدم که کلی برگه‌های کوچیک برگه‌های تقویم، بعضی سررسید، برگه‌های بانک، تکه‌های کاغذ از 1354 شما بگید تا امروز و همروی همشون هم یه سری اشعار نوشته شده، 2 بیتی، یک تک بیت، همشون اکثرش هم اشتباه نوشته بود و معلوم بود که شاعر مسلک نیست، شعر خیلی نمیفهمه، اما همه شعرات ما عاشقانه داشت. بعد نگاه کرد گفت که تعجب می‌کنی به زبان لهجه میلکی. گفتم خب چه کار باید بکنم؟ گفت اینا رو الان کتاب خب نمیشه، وقتش نیست و اینا. خب حالا بعد قصه‌شو تعریف بکنم. گفتم باشه. خود دوستمون آقای یونس پسر این گروه تعریف کرد. گفت من زمانی که سنم کم بود 17 سال داشتم در راه مدرسه یک باره با یه خانمی مواجه شدم، دختر 13-14 ساله‌ای با جولای قرمز، با موهای بافته و دامن کوتاه و عاشقش شدم، افتادم دنبالش. شد تا 17-18 سالگیم و هر روز میرفتم بدون که بهش بگم تا در مدرسه میرسوندم بعد تا خونه و بعد خودم پی مدرسه. هیچ وقتم بهش نگفتم. وقتی سربازی میرسید رفتم سربازی با عشق، حالا اسمش رو بذاریم محبوبه. برگشتم دیدم محبوبه ازدواج کرد. یونس حالا یا اون زمان که باهاش صحبت می‌کردم برای خودش امکاناتی داره، شخصیت محترمیه، یک چهره مدیر بخش خصوصی، البته خیلی وضع مالی خوبی داره. و گفتم چیکار کردی؟ گفت هیچی، من رفتم ازدواج کردم، رفتم بغل خونه محبوبه یه خونه گرفتم با همسرش، چسبیده به خونه‌ش. اینا رو تعقیب کردم، واقعیت ماجراست. گفتم خب مشکلی پیش نیامد؟ گفت رفتم همون اول به شوهرش گفتم، صداش کردم، گفتم آقا من عاشق محبوبم، کاری هم با شما ندارم، دیگه کار از کار گذشته، فقط اجازه بده که من همینجا باشم، هر مشکلی داشته ببین وضع نمیتونم بگم چه نشانه نمیخوام بدم چه آدم یعنی صاحب نامی تو استان، اما گفت من یه امکانات دارم و هر وقت مشکلی داشتی خودت، بچه‌ها، چون محبوبه 2 تا بچه داشت و خودش هم 3 تا، که هر مشکلی داشتید به من بگید. بعدا فهمیدم که برای بچه‌هاش مدرسه اینا رو فرستاده غیر انتفاعی، ماشین براشون گرفته، وامجویی کرده، خونه‌اش و تنها کسی که فکر کنم محبوبه که ماجرا نمیدونست، اصلا خبر نداشت، همین الان نمیدونه، اما الان 70 خورده یه محبوب سنش و اما فکر کنم تنها کسی که خیلی خوشحال بود تو این صداش هم در نمیاد. اما مسئله اینه که همونجا من آره وقتی که شعر رو نگاه می‌کردم، داشتم صحبت‌های یونس رو نگاه می‌کردم، دیدم چقدر شبیه شعریه که اون سال وارش فومنی به من داد. تو اون شعر اشاره می‌کنه که من شیفته اشته شدم وقتی که تو درخشیدی در مقابل من. میگه تو وقتی که گل کردی من دیوانه تو شدم. بعد میگه نگاه کن، میگه که ببین پریشونی منو، ببین سرگشتگی منو که تمامی نداره، کاری با تو ندارم، تو شعرش داریم، فقط من یه شونه‌ای فرض کن، مثل یه شونه‌ای که هر وقت زندگی تو آشفته شد یه جور من صدا بزن بیام این آشفتگی موهای تو رو مرتب کنم و برم و هیچ کاری با تو ندارم. تو این شعر داره اینو میگه و دقیقاً زندگی یونس هم همین گونه بود. من اسمش رو گذاشتم افسانه یونس و محبوبه. برای همینه میگم که افسانه‌ها تموم نمیشن و ترانه‌ها رو میشه از قصه زندگی همین افرادی که تو این جمع نشستن ساخت اگر چشممون باز باشه، حواسمون باشه که دور و بر ما داره چی میگذره. شاید وضع ظاهر اون
مرد سپید موی کت شلواری پوش با لهجه انگلیسی رو شما ببینید باورتون نشه که این افسانه مال زندگیونه. اجازه بدید من صدای آقای یونس هم برای شما بذارم چون ضبط کردم با اجازه خودش. قدری هم صداش تغییر دادم که احتمالاً کسایی که همسرش هستن نشناسن. اما میخوام که صدای آقای یونس هم بشنوید که داره از عشق میگه. خب اینجا برای شما اجرا میکنیم قصه یونس و محبوب جوانه. سبزه کنه بارش همه تبرو بدم پیل گورخانه و بستم خستی تیب و سخن دیل سبزه کنه بارش همه تبرو بدم پیل گورخانه و بستم